بچه بودم امتحانمو بد دادم، از یه پیرمردی توی پارک خواستم خودشو جای بابام جا بزنه و کارنامه‌مو بگیره. قبول کرد. کارنامه‌مو گرفت، زیادی رفت تو نقش، زرد خوابون زیر گوشم. گفت این چه وضع درس خوندنه؟ باقی نمره رو نگاه کرد، کمربندشو در آورد تو حیاط مدرسه، افتاد دنبالم. معلمم دنبال اون که نذارن بزنه. از اون به بعد کارنامه‌مو میدادن به خودم، میگفتن بابای این اعصاب نداره. ناکس تو داری به عضوا میزنی دیگه. روز روشن جلو همه جلو دوربین داری میگی که مقام عضوا غلط کرده نقش بازی میکنه که ما انتخابات داریم و رأی میگیریم. من کی گفتم؟ من اونجا ترمز زدم، خط ترمز تا اینجا کشید. اگه جلوتو نگرفته بودم بعدش هم میگفتی. با اینکه اون یکی جنا رو تیغی زد هست کرد، جنا خودش هم 7 تیکه شد، 7 تا لیست داده. عجب بدبختی داریم. من اگه چایم بودم چای سبز میشدم که کسی دوستم نداشت. من کجا بلدم از این حرفا بزنم؟ تقصیر منه که دلم صاف. های دکتر دلت که صاف باشه دهنت هم صاف میشه. تازه بعدش که چونت گرم میشد میگفتی که اون وریا کاسه گوزشون رو جمع کردن، باید قهر میکردن ولی نمیتونن چون عین همین وریا از قیاب میترسن. منو نترسون های دکتر. حکایت مشنگه است که بچهش سکسکش بر نمیومد، اومد به ترسونتش، ورداشت پشت لب پنجره گفت الان میندازمت پایی. از ترس سکسکش بد اومد، اما یه هفته از ترس خوابش نمیبره. عجب حرفای نظام برباده میخواستم بزنم. من حتما بعدش هم میگفتم چه فضاحتیه که این مدعا هم شدن باند و برای خودشون لیست دادن. آره. تو خیلی ممنون که منو از این ورطه هولاکی که توش افتاده بودم هرچی نجات که دادین. مرام و تربیتی از مرحوم ابوی داریم. همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مرامو از ملاقه یاد بگیر که برای همه غذا میکشه ولی خودش نمیخوره. الحق اند ملاقه های عالم این های دکتر. شرمنده اخلاقت هم با این حقیقت گویی زق و زننده. اصلا نگفتم که شب تاریک با 30 تن بار میلگرد دنده عقب تو جاده هراز گردنا رو میرین بالا، دستی رو میکشین و سویچ رو تحویل میدین های دکتر. اگه یه روزی تابوت من رفت رو شونت به دل نگیری، فقط همین یه بار ازت بالاترم، باقیش خاک زیر پا. ماشاءالله اینقدر افتادگی دارین که دل آدمو میزنه های مال تربیت دکتر. مرحوم ابویه که همیشه میفرمودن سالاد الویه باش که از افتادگی و خاکی بودن خودشو سالاد میدونه، وگرنه از آبگوشت هم دو هیچ جلوتره. بحث شیرین ملاقه و الویه رو آی دکتر بذاریم کنار، برای بعد برگردیم سر بحث تلخ صحبت‌های مقام عظما روز 29 بهمن. تا قبلش همه فکر میکردن وضع نظام خیلی خرابه، ولی وقتی مقام عظما سخنرانی کردن همه مطمئن شدن که هیچ. خودم هم مطمئن شدم که اوضاع خیلی پس. های دکتر دیگه هیچ بسیجی کودنی هم پیدا نمی‌کنی که اینو نفهمیده باشه. خلاصه کارکردهای ژئو استراتژیکی این سخنرانی قابل توجه بود. کارکردهای چی گفتی؟ ژئو استراتژیکی. همینجا بزن کنار، ژست کشکی نه واسه من. همین کلمه قلمبه سلمبه ژئو استراتژیکی رو اگه معنیشو بگی من همینجا برات کله ملق میذارم، کله رو همینجا میذارم رو میز، پامو میکنم هوا. معنیش؟ بله. آی دکتر من به معنیش کاری نداشتم، من برای قشنگیش گفتم. خواستم تو این اوضاع خراب یه مرهمی گذاشته باشم، ولی راست میگین بدون معنی که خوب نیست. آره. خب خودتون بگین. چی معنیش؟ بله. خجالت بکش ناکس. تو مگه خودت کس و کار نداری؟ برو سر سوال بعدی. ناکس. آی دکتر چرا با صحبت‌های مقام عظما همه بیشتر گیج شدن؟ یعنی زبونم لال صحبتاشو اینقدر پرت و پلا بود؟ نه خیر، وقتی که پشمی به عمامه نمونده باشه پرت و پلا به نظر میرسه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن پسره میگفت تو مراسم مرحوم بابا بزرگم مادر بزرگم حرفای خیلی قشنگی زد، ولی چون دندون مصنوعیاش نبود کسی نفهمید چی میگفت. پس لطفا شما که دندوناتون نریخته روشن کن که چرا شرکت تو انتخابات رو با 22 بهمن مقایسه کردن. شرکت تو 22 بهمن که خیلی ضایع بود، اینطوری که پیشا پیش زدن تو سر انتخابات های دکتر این مقام عظما. اینجا شو استراتژیکی درست اومدی. باز میگم مثل 22 بهمن نکنین که هیچکی نیامد. وقتی یه بار خب مردم زدن تو پوزه ایشون، ارزه نداشت کاری بکنه، دیگه نباید قرار بعدی رو همونجا میذاشت که. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه از یک مرسیه کنه یک چک آبدار پاسبانی خورد، بهش گفتش که جرأتش داری همینجا وایسا تا برگردم.
یه ساعت دیگه برگشت ببینه طرف رفته یا نه. دوباره گرفتش تا میخورد زدش. روشن شد یا برات یه تیکه چک پاسبانی آیه بیاد. دکتر این زمینه ضایع رو ول کنیم. صحبت دوباره کتک خوردن شد. یاد FATF افتادم که دوباره رسید به نقطه که هولمون بدن تو لیست. تو این لیست سیاهی که دارن میگن چه کار باید بکنیم آیه دکتر؟ اگه میشد که میکردیم. ناکسا میگن باید نظام پولشویی و اختلاس و دزدی رو بذاره کنار. خب بفرما بگو سرنگونی دیگه. آیه دکتر این کلمه رو نگین آیه دکتر. دو تا بسیجه اگه مونده باشن میریزن. مگه به گفتن نگفتن من قربونت برم دارم میگم مشکل چیه. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمیدن یه رو همه کارشو با تقلب و رشوه حل میکرد. یه بار مریض شد دکتر معاینه کرد گفت باید عمل بشی 50 تومن گذاشت لای پرونده داد به دکتر گفت دکتر لطفا بازبینی بفرمایید. آی دکتر به پایان وقت برنامه رسیدیم. خوشبختانه در صلح و صفا که در نظام کیمیاست. بیا ما چی بکنم؟ میشی بیره خجالت به بکش. یوم ناکس. پاسخهای استراتژی شما مهمتر از اون سوالات قشنگی که من پرسیدم. از قدیم گفتن سوال خوب بهتر از جواب خوبه. به شرطی که سر سوال کننده رو به باد نده. ناکه زحمت جوابا رو من دارم میکشم بعد تو بریزی تو جیب خودت به خاطر 4 تا سوال دوزاری که کردی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن مشنگه با مرسی هیکله شب داشتن دیوار خراب میکردن. مرسی هیکله چراغ رو نگه داشته بود. مشنگه هرچی پت میزد هیچی نشد. بعد عوض کردم مشنگه چرا قوه رو نگه داشت مرسی کره با یه پوت زد کل دیوار اومد پایین. بعد مشنگه گفت خب دیدی چطوری چرا قوه رو باید بگیری یاد بگیر. آیه دکتر شما حق نداری به من بگی مشنگ. من نگفتم به تو مشنگ. من هرچی تو به مقام عظما بگی من اون مرسی کری بودم که دیوار خراب کردم.